مهمونی اولی قدر ما هستند. یک دختر بسیار با استعداد، یک دختر بسیار جذاب، قلبش پرپوری مهر، همیشه عزیز دل دیده هاست، دختر خوشروی تاجیکستان. مخصوصا من امروز خوشرو کرده آمدم که در دل همین دختر جا شوم، لیکن این دختر بسیار پرناز است. هنرمند محبوب است. اینا بعد نیلوفر سرباز را استقبال میگیرم. بانو نیلوفر خوش آمدید. از دل دیده ما از دیدارتان بسیار شاد هستیم. در این روز مبارک قدمتان خجسته بازم با آسیا پلوس. سلام و درود به شما مهربان جان و به کل شنونده های رادیو آسیا پلوس. بسیار شاد شدم که باز دوباره مهمان آسیا پلوس هستم و از طریق رادیو شما سلام خود من به کل مردم شریف و سربلند تاجیکستانی عزیزم میرسونم. در حیاتتون بسیار نوگانی ها شد. از آن نقطه تا به این نقطه بسیار دیگرگونی ها. ما تماما نیلوفر دیگر را کشف کردیم. پیش روی تمام عموما بیننده و شنونده و مخلص تماما یک نیلوفر دیگر جلوه دارد. نیلوفری که قبلا با مهر شعر میخواند، نیلوفری که ژورنالیست بود، نیلوفری که سخنش سحر داشت و این بعد یک باره در عالم شو بیزنس چون ستاره پدید اومد، درخشید، در یک لحظه مخلص پیدا کرد، دوست داشتنی شد. چخیل شد عیناً شما چخیل هنرمند شدید، چخیل روحی هنر رو انتخاب کردید. چی گپ خودش چخیل بله بسیار یک به قبل میگه که دهشت بود. دهشت و کلیپ ترانه های و اینقدر زحمت های و ترانه های زیبا چخیل پدید اومدن، چخیل روی صحنه اومدید. شما چرا هنر رو انتخاب کردید، سرآیندگی رو؟ سلامت باشید مهربان جان. در حقیقت اونقدر وقتی طولانی نگذشت از برنامه قبلی ما، فکر میکنم 1 سال پیش بود. 1.5 سال یک نیم سال پیش بود. در همون آخر صحبت من به شما و به شنونده ها وعده داده بودم که نوگانی ها زیاد است و سورپریز است. شاید همین سمت ایواز کردنی منم بود. یعنی یک من روزنامه کسب خود رو همین روزنامه نگاریم رو به نهایت دوست می‌دارم و هیچ وقت از این کسب خود دست کشیدنی هم نیستم و ادامه هم خواهم داد. ولی انسان در حال رشد است. در یک جای ایستادنم برای منی که پر از انرژی ام و پر از ایده و همیشه میخوام یک چیزی، یک نوگانی باشد در زندگی من. قرائت کردن شعرهای من و سرود خواندن من هیچ به فکرم خلل نمیرسد، مانع نمیرسد. من میتوانم هم قرائت کنم و هم سرود خوانم. و همین شما یک استایل نو رو وارد کرده میتوانید در شو بیزنسی ما. نفری که هم سرود میخواند هم شعر میخواند، آمیخته با شیر و شکر پیشنهادی شنونده کردن خوب است. و عموما تصمیم خودتون بود هنرمند شدن؟ عموما با کی گفتید که من امروز سرودخوانی رو آغاز میکنم؟ چه پیدا شد؟ مهربان جان، من از زمانی که خود را یاد دارم من آواز میخوندم. فقط از سببی که در بعضی جایهای جدی‌تر کار میکردم، یعنی کسی که من رو نزدیک میشناسد، دوستای من، خانواده، همه میدونست که من میل و شوقم به سرود خوندن یعنی یک چیزی نو نبود در زندگی من. پس پرده ها میخوندم کم کم. مخلصای خودم هم داشتم تا اون زمان ها. لیکن هر یک چیز وقت و ساعتی خودش رو دارد و زمانی که من از دیگر کارها دست کشیدم و تصمیم گرفتم که سمت فعالیت خود رو عوض میکنم، شروع کردم با همون چیزی که دلم میخواهد و آرزوی بچگی من هستین. از قفس برآمده رفتید. وقتی که شما من هنرمند میشوم، اکنون امروز سرودی اولینم رو ثبت میکنم، کلیپ ترانه میکنم. وقتی که گفتید خانواده‌ی شما چی گفتن؟ شما با کی به استودیو رفتید اولین بار یک جایی که همین سرود رو امروز ما باید ثبت کنیم؟ خانواده تقریبا میدونستن که من همین آرزو هوس در دل من هست و همیشه میگفتن که تو باید اویلادور شوی و این تو دختری جدی هستی، برای تو شاید این کسب آینده یعنی صدی راه خوشبختی تو شود. ولی من با مادرم و
падару модару бародарам маслиҳат кардам ки ман аллакай тасмимам ҷиддӣ аст ва роҳи бозгашт нест. вақте ки аҳли оила мумкин аввал негуфтанд баъдан ҳам гуфтанд, шумо азматон қавӣ буд, аз ин роҳ нагаштед. вақте ки ба студия рафтеду сари аввалин суруд шумо кор мекардед, яъне сурудеро интихоб кардед ки дар бораи зӯроварӣ ба зан, хушунат ба зан, яъне то студия рафтан меҳрубонҷон худи шумо медонед ки ин мавзӯи иҷтимоӣ аст. бале, дар зӯроварӣ, хушунат ва ҳамарӯза тибқи омури ҷаҳонӣ бибинед ки чӣ қадар занҳо аз ин мавзӯъ азият мекашанд. ҳатто мардҳо ҳам ҳастанд ки аз хушунати оилавӣ ранҷ мебаранд ё дар тоҷикистони мо ҳам зиёд ҳастанд. рости ҳамун қироатҳои ман агар дар хотир дошта бошед, дар мавзӯи номардиву дар мавзӯи ҳамин ранҷу азобҳои зиндагӣ, яъне мавзӯи шодам на ту ашкам арзанда на ҳамин гуна мавзӯъ буданд. баъд яке аз рӯзҳо бо як хонум дар ҳамин шабакаи иҷтимоӣ ҳам суҳбат шудам ва аксу наворҳои хеле даҳшатовар ба ман фиристод ки барои ман як ҳафта ба худ наёмадам, гӯем мешавад. яъне чӣ қадар он зан дар ҳолати бад гирифтор буд ки тамоми ҷисмаш аз ҳисоби хушунат захмӣ буд, хуну хуншору ҳамин гуна мавзӯи безеб. ман худам ба ҳамин мавзӯъ наздиктар будам, яъне фишори рӯҳӣ доштам. ман ба оҳангсоз дар тамос шудам ва гуфтам ки ман мехоҳам ки ҳамин мавзӯи хушунат бошад. гуфт манам фикр мекунам ки ҳамин мавзӯъ ба худат бисёр меояд. ҳозир гуфта истодаед ки дар рӯҳияти ман ҳам таъсир кард. чӣ хел? яъне ман фикр мекунам ҳар як мавзӯъе ки ҳамин ҳунармандо интихоб мекунанд ё оҳангҳои шода, ҳама масалан дилхоҳ нафар метавонад шодӣ кунад, хонад, ба рақс даъват кунад, ба як. лекин ин мавзӯъҳо мавзӯи нозуктар ҳастанд. ҳар куҷое ки ман мерам дар ҳамин тури 10 моҳе ки ман ин оҳанга хондам, ба дили мардум ҳамин роҳ ёфт. ҳамин оҳанги ман аввалин оҳанги худам аст ва ҳар куҷое аз ман суолам мекунанд, аз ҳамин мавзӯъ аст. гуфтам ки шояд сабаб дошт ки ман ҳамин мавзӯъро интихоб кардам. яъне ба ҳаёти худатон иртибот дошт? яъне ки фишори равонӣ дар шумо буд? албатта ки мисол чӣ мегуфтанд? ҳақорат шунида будед? таҳқир шунида будед? кораи журналистӣ не ҳамин хел буд? яъне зиқ мешудед, гирья мекардед? не, ям кас ғам медод? буд ҳолатҳое ки масалан ман фишори рӯҳӣ ҳис мекардам, яъне ки ман зан ҳастам, ман ҳуқуқи зиндагӣ дорам ва яъне фишорҳое ки манам интихоб дорам, ман бояд зиндагӣ кунам, манам он фишорҳои рӯҳӣ, масалан фишор ҳар гуна мешавад, ё ки ҳамун хушунат ҳам ҳар гуна мешавад. шар нест ки одам лату кӯб кунанд, ба ягон табар зананд, ба ягон корд зананд. ҳама намудамо фишори психологиро мирам ва аллакай хушунату ҳамун зӯроварӣ нисбати як шахс аст. яъне ки як ҳама хел аз хони шумо пай бурдам ки як нафаре дар ҳаёти шумо будагӣ аст ва он нафар ғайб задагӣ аст. тамоман несту нобуд шудагӣ аст ва дигар бора не, яъне ки ман гуфтаниам ки ҳамин дардро, ҳамин оҳангро, ҳамин мавзӯъро то агар худи инсон дарк накунад, вай бидуни эҳсос мебарояд. ҳамун ҳимоятгари занҳо шудед. ҳам хеле як мехоҳам ки оянда як сутуни устувор ойди намуди занҳои бузург, талош барои ҳаёт, мубориза барои талош, зиндагии осоишта. яъне ки зан ғайр аз оне ки модар аст, ғайр аз оне ки синаи раҳм аст, хоҳар аст, боз ҳуқуқи зиндагӣ карданро ҳам дорад. фақат барои азият нест. зан хеле меҳрубон аст, мисли гул ё танҳо барои корҳои хона нест. зан хизматгор нест, зан ғулом нест. зан фарзанди боз як нафари дигар аст ки шумо хоҳари як нафари дигар аст, фарзанди як нафари дигар аст ки ба шумо амонат супорида шуд ва ин амонатро ба қадри ин неъмати бузург хиёнат накунед. ва баъдан як ҷои дигар шунида будам ки махсусан шумо аз ҳар кас бисёр тӯҳфаҳо мегиред.
به شما همه توفه ها هر گونه مثل ماشین، خونه، یک چیز دیگر، تلفن، هر چی توفه کردن شما ممکن است. چقدر ناس یک جوشن دیدم من. لیکن میدونید تو زن توفه خداوند بوده است. فکر کنید برای مرد زن توفه خداوند است، یعنی خداوند زن رو میداده است برای یک مرد. چه دل میشود که توفه که خداوند داده است وای را زنید. یک امانت است برای مرد و زن و فکر میکنم این قدر اگر امو مردهایی که زورند روند در امو میدان ورزشی قوه آزمایی کنن، مدالی المپیاد گرفته بیاد زده با خواهر و با فرزند یک کس دیگر اینگونه. مثلا هنوزم 10 ماه گرچند سپری گشت از همین پیشنهاد کردن همین کلیپ ترانه ما، باز هم همه روزه همین زن ها مراجعت میکنن به من می نویسن، نقل میکنن. شاید یک دوست میکوبن یا که در سیمای من یک دوست میبینن که همین دردشون میتوانند نقل کنن. بعد من یک خصلتش شاید همون گوش کردن اونها را که دارم و میگم که برابر اونها گریستن گریه میکنم و فکر کردم که همین موضوع های اجتماعی که کم در این موضوع در این وصف سرودها خونده میشن همین را پیگیری کنم، یعنی موضوع های داغ روز. برای کسی اپا شدید، برای کسی خواهر شدید، برای کسی باز هم نزدیکترین نفر دوست و قرین شدید. صوفی گفتن که همین شوهرم رو بسیار اذیت میداد، بسیار سخت میزد، بیرحم آمد، غم میداد، همین خیلی غم میداد. همین سرودی نیلوفر رو گوش کردم، من چقدر گریستم، مرهمی دردی من شد. هزار رحمت، زنده باشید. در حقیقت من دیدم همون صحبت شما را برخشانه جان و وقتی که همین ترانه را برآمد و من پیام داد نوشته درباره زندگی من خوندی گفته و بسیار به هیجان گرفت. باز اینا ببینید واقعا نقص همین خوش شد، زندگیشون بسیار نقص شد. شاید همین کلیپ ترانه بعضی‌ها ببینن، بعضی برادرای ما، بعضی خواهرای ما یک چیزی اندیشه کنن که زندگی میتوند خوش گذرد در دست خودمون. ما میتونیم که همین خیلی نواری مثلا نشون تیم که ادب از کیا مخته از به ادبان همون رفتاری خودشون شاید در همون ترانه در همون کلیپ میبینن و نظری اونها به زندگی عوض میشد. اگر توانیم به همین واسطه به یک اویل کمک خودک خود را رسانیم که از همین موضوع دور شوند مثل رخشانه بانو بله خیلی شاد میشه. و من شخص کردم مخصوص برای تو خوندم اینه بهترین و واقعا هم شما توانستید. این کلیپ ترانه رو میتونید دوستان عزیز البته از یوتیوب شخصی نیلوفر سرباز تماشا بکنید. اونجا همه ترانه هایی که نیلوفر روی کار آوردن ایجاد کردن هست. البته باز هم وسیع‌تر شناس خواهید شد. به شما کی الهام بخشیده توانست که هنر رو دوست داشتید، هنر رو پیش گرفتید؟ من به الهام من شاید من از خوردی در پلیلیست من تنها آهنگای احمد ظاهر است. واو و اینقدر مفتون و شایده هنری بالای الماس شرق بودم و هستم و خواهم ماند که در دنیای عالم موسیقی من فکر میکنم غیر از این هنرمند دیگر هنرمند دیده یا شنیده نمیتوانم. و الهام میبخشد. الهام میبخشد. صدایتون هر لحظه به گوشتون، صدایش هر لحظه به گوشتون میرسد. هر لحظه به گوشم میرسد و بسیار شدم که امکان از این را پیدا کردم که یکی از آهنگ‌های بهترین آنها را بازخوانی کنم. برای من یک آرزوی بزرگ بود شاید. شما زرشناس هستید. ببینید احمد ظاهر رو ترانه‌هاش رو نه همه کس درک کرده میتواند. پس معلوم میشود که بسیار دانشی پرقوت دارید، فهمیشی درکی بلند دارید که احمد ظاهر رو انتخاب کرده اید و واقعا هم فکر میکنم که در جاده صنعت خودتون هم همین راه و روش رو استفاده برده میتوانید و ممکن شاید همین سبب بود که موضوعهای اکتوالی دست داده ایستادید. کی جرأت میکند که در حال اول نسبت یک مسئله پرابلمی اساسی جامعه
زن زدن و زن رو ناحرمتی کردن دست بزند کمی شروع قوقا دختن باز نقش اجرا کند اینقدر نقش اجرا کردید میدونید مهارت اکتوری من خوب است من خوبم نبرد ولی نشون میدیم به تماشابینان و نفرانی که یوتیوب کانالی از پلیس رو تماشا میکنن مثلا نیلوفر اون طور نقش بازی کرده است فکر میکنید نیلوفر واقعا کلتا خورده است شاید تصویر بازی خیلی داشته میستید کو بیزن مردی کنه زن دیروز یک مخصوصا یک لطیفه رو خوندم دین میگوید زن رو نزن قانون میگوید زن رو نزن زن میگوید مرد باشی کنه زن زده تونادگر مخصوصا میگه که نامرد تو ضرورت به زن رسید اگر نزندگر کنه زن کنه بینی زنها رو تنها زنها فهمیده میتونن شما ما رو نمیتونید درست درک کنید ما همونی سربسته دم این طرف دم این خیر لحظه این طرف خب شما دیگر ما میگن که نیلوفر رو هر لحظه پیگیری میکنم و کلیپایش رو هم تماشا کردم شعرخوانیش رو هم دوست میدارم مخصوصا میخواستم بدونم که او اصلا چند ساله است از زنها باید سینی سوالش رو نپرسند لیکن باید نیلوفر امروز بگوید برای مخلصانش من همیشه بهار همیشه جوان ارچه سرسبز یک ماه قبل 18 به در آمدم اگر اینقدر با این مخلصی عزیزی من سالی من لازم باشه بهترید من 18 به تازه قدم موندم مبارک باشد همیشه قدم هایتون استوار باشد ببینید که علاقه در سن 18 سالگیش اینقدر شهرت دارد نیلوفر عزیزی دلی دیده ایمو خب یک شنونده دیگر ما گفتن که یعنی 18 سال یک شنونده دیگر ما مخصوصا قید کردند که چند نوار رو مخصوصا نیلوفر رو با منیژه دولت دیدم چه ارتباط دارن مگر خواهرشون هستن کتن سلامت باشید منیژه جان دوستی قدیمی من است بسیار دوست میدارم خود شخصیتی او را و هنری او را خواهرش نیستم ولی مثل خواهرشم بهترین سلامت باشید گپ سری یک گلی میرفت گلی ارمانی بود گلی پژمرده بود یا گلی چیزی بود گلی چی بود که شما شوخی کردید با منیژه گلی گریونچک بود گلی یک گلی بود قصه گل بود قصه گلی بود همه ما شما میدونیم که منیژه اون توقف طولانی دارد تا نزدیکی 20 سال است اگر خطا نکنم در روی صحنه نیستند و یکی از روزها با من زنگ زدن و گفتن که در خانواده اونها توی از شادی است دعوت کردن و توی فرزندی خواهرشون و ما همه دوستا و نزدیکای منیژه جان میدونیم که اون کس در یگون توی معرکه و یگون شادی ها و یگون محفل ها اشتراک نمی کردن تا این دم و همون روزم باور نکردم همون قصه را در پست اینستاگرام خودم برای همون گذاشتم به هر حال یک گل گرفتم روزی همون توی دو دیله بودم که میآید نمیآید و قدر باوری هم نداشتم چون خصلتی رو خوب میدونم و همه ما رو در حیرت گذاشت دلی همه مخلصای خود را شاد گرداند آمد و با حضور زیباش تشنه همون سیما و صدایی که همگان بودن کمی هم باشد از دیداری همون تشنگی همه ما را شکست و بسیار شاد کرد و شما خودتان شاهد بودید که چقدر مردم محبت کردند و من همون روز یعنی بیهوده و به سبب نبوده است اون گل مبودا گل دلسوزی میگن گل دلسوزی در یادم اومدم اون قصه قبل از همون توی من منیژه جان رو دیده بودم و در یک حالتی بگیم اونقدر خوب نبود خیلی روح افتاده و غمگین شدم و به همون خاطر به من شوخی کرده گفت که این گل برای دلسوزی است یعنی از دلسوزیت و نه این گل از دلسوزی نیست این از یک جهان مهر و محبت به خودی منیژه جان بود بهترین قبلا وقتی ما صحبت کرده بودیم با شما وقتی که شعرها میخوندید مخصوصا میگفتن که چقدر صدایش مانندی دارد با منیژه نیلوفر بسیار عجایب سخن میراند شیفته سخنرانی هایتان بودن و واقعا هم یک محبت
نسبتی بانو منیژه از جانب شما دیده می شود و بگذار عمرشان دراز و پربرکت باشد، همیشه مهر و محبت ها جاویدان باشد بین یکدیگرتان. نیلوها سلامت باشید. خب دیگر شما در از مهربانمان ایسو نوشتن السلام علیکم. نیلوفر رو بسیاری ها میدونیم که دوست میدارن، لیکن بپرسید که اگه مهربان نیلوفر خودش دوست داشته دارد؟ گفتن دوست داشته. هرچند من دوست نمیدارم درباره حیات شخصی خود یگان واکنش، یگان خبری نه و یگان اطلاع بدیم چون که زندگی شخصی برای همون است که چرا میزو درباره شوهرتون گفتن نمیخواهید؟ نه بکرم که من شوهر دارم. چرا شما؟ نه میسال در آینده خیلی شاید حالا فرصت نرسیده است و من با کارهای همی هنری که تازه قدم گذاشتم و بندی سرودخوانی و کلیپ کردن هستم، حتما یگان خبری خوش یگان چی شد من با اولا با رادیو آزیا پلوس اطلاع میدیم و توسط رادیو شما اعلام میکنیم که عزیزی من که من نهایت پیدا شدم آدم. بله سلامت باشید. واقعا بسیاری ها دوست من میدارن. نمیخوام که دنبالی و سراغی آدم دیگه شون در کافتکاب شون که کی است. خدا همیشه حفظ و نگهبانشون باشه. نه به آن خاطر میپرسن که به شما خواستگار فرستادن ممکن است؟ همون موضوع قبلیه خواستگار فرستادن ممکن است؟ هنوز نه. ممکن نه؟ ممکن نه. دارد یعنی که دوست داشته؟ نه به معنی که من در کارهای ایجادی بند هستم. وقت فرصت به این کی بیاید نگه چی لالیاشون در دستشون پشتی از یپلو نمایل از آمدن گیرم خواستگارا زیاد شده. دختری خوش رو، دختری زیبا همه میخواهد، آرزو میکند. بسیاری ها بعضا روزی میشنوند که مایل است سنتش رو هم ادامه دهد، ما همه طرف دستگیری میکنیم. میگویند چرا نمیگید؟ من در یک حالتی ناگوار ماندید مهربان جان. نه حالا وقت و فرصت به حیات شخصی هست. یعنی که من تازه 18 به در اومدم و دختری 18 ساله بر وقت شود نتیم کمتر خیلی چقرک و دو دغردغری زندگی فهمد یک کمی ولی استوارتر شود و تجربهش زیادتر شود به زندگی و بعد سراسیمه نشده فکری زندگی را کنه. بهترین. شما میتوانید به ارزنده خوشبخت شدن هایت. قبلا شما با بسیار هنرمندان دوستی خوب داشتید، با اونها رفت و اومد میکردید، با اونها یک جا مینشستید. وقتی که خود شما به شو بیزنس وارد شدید مناسبتتون این حال چگونه است؟ یعنی که میدان شو بیزنس چگونه بوده است؟ نمیخوام به عزت نفس کسی رسیدن یا کسی رو رنجاندن، ولی شما خودتون میدونید که وارد شدن به میدان شو بیزنس نه تنها در ما و در تمام دنیا به فکرم رقابت زیاد است در این موضوع. درست قید کردید، من با بسیاری آنها دوستی داشتم، ولی همین کسب و همین راه با من بسیار چیزهای دیگر رو یعنی نشان داد، دیگر پهلوهای انسان ها رو و نزدیکترینم و حتی دوستام شد نشدن از این مثلا کار و از این فعالیتی من، ولی من میفهمم رقابت باید باشد. اگر رقابت نباشد ما پیش نمیریم مهربان جان. لیکن من رقابت سفید رو میپذیرم، یعنی وقتی که من یک سرود پیشنهاد میکنم از او سرود بهتر پیشنهاد کند، از او موضوع بهتر انتخاب کند، انا این در شو بیزنس رقابتی درست است. ولی اون گپ و کارهای بی‌معنی که من با اونها حتی وقت ندارم اعتبار دادن هم نمیخواهم و دوست اگر دوستی واقعی و حقیقی باشد میموند و اگر این دوستای نانی و دوستایی که رویکی باشن با مرور زمان و وقت اونا رو دور میکند. خیلی خوب است. من البته این خوب است که شما باز خوبتر میشناسید دوستانتون رو. ولی همین حالت لیکن بسیار چیزها رو به من نشان داد و حتی همون نزدیکترین دوستای خودم یعنی برای چی سرود میخواند این دختر یا بارا خیلی برو کاری خودش دیگر بود. این همون گپ سر و صدا زیاد با همون سخنها به گوش من اومدن میرسن
ولی من چیزی نمیگویم. چی گویم که نگفتنم به شما دختری زور. چی گویم که نگفتنم. دیگر شما از مهربانمان اسلامیدی نوشتن. السلام علیکم. نیلوفر رو میشناسم، خوب درک میکنم. البته هر یک چیزی که او میگوید بسیار تاثیررسان است. من نسبتی مخصوصا یک کاری که او دائما اجرا میکند گفتنی هستم، یعنی که بسیار دختری خیرخواه است. به همه دلگشودی میکند، به همه دستگشودی میکند، به همه مهربانی میکند. او در یک برنامه گفت که مخصوصا من چند کودک رو در سرپرستی خود گرفتم، یعنی که آنها او رو مادر میگویند. گفتن سلامت باشه. خیر، انسان باید کارهای خیر و هر چیزی که میکنه در حق راه رضای خدا باید کند و این نیاز به گفتگوزارم شاید نداشته باشد، لیکن یک چند نه، من تنها یک تفلک دارم که مرا مادر میگوید. شما یعنی که زیر سرپرستی خودتون گرفته هستید؟ فرزند بیولوژیم نیست، لیکن فرزندی است که من او را نگاه بین میکنم حتی از راه دور. بهترین. سفینه بانو نوشتن. السلام علیکم اپای نیلوفر. در من حاضر بسیار یک پرابلمی مهمی اویلوی هست. من 17 ساله اکنون به 18 قدم میمونم در ماهی دکبر. اویلوی من مجبور میکنن که زود به شوهر برایم، ولی من میخوام که مانند شما در راه ایجاد باشم، خودم رو، کاریرم رو بسازم، ولیکن بسیار وقت مانع هستند. در شما هم همین گونه است؟ مادرتون شما رو چه خیل دستگیری میکنند یا که پدرتون در این راه؟ گفتن و من چی مصلحت میدهید؟ گفتن خواهر عزیز، اولا هر یک اویله، هر یک پدر و مادر یعنی تربیه ها تفاوت دارند. پدر و مادر من در همه کار در برای من هستند، دستگیری میکنند، ولی همچنان قید کرده بودم ضدی آوازخوان شدنی من ضد بودند. از اول با مرور زمان من آنها را راضی کناندم. اگر شما هم قوی باشید، از همه نزدیکترین به شخص پدر و مادر است و هیچ یگان بگونه به حالتی تو در اومده نمیتواند. یعنی 18 ساله عینی همون زیبایی عمر همسین سالی من بودن، عین زیبایی که انسان تقدیرش رو میسازد. فکر میکنم با پدر و مادرتون مصلحت کنید، همون خواهش و آرزوهای خودتون رو بگوید، حتما میفهمند و روزگیشون رو به شما میتین. بهترین. سلامت باشید. شما از مهربانمان نگار بانو نوشتن. السلام علیکم نیلوفر بانو، به نهایت صدایتان رو دوست می‌دارم. خواهرک شیرینم، برایتون پروازی بلند رو خواستگار هستم. باز هم از همان گونه ترانه هایی که درباره زنها خوندید زیادتر بخونید. من میخواهم که یک بار به خانه ما بیایید، مهمان بشوید. البته انتظار ما در یک دهه خیلی دوردست کوهستان قرار داریم. شما اومده میتوانید، در اینجا بسیار شما رو دوست میدارن. اگر همون ترانه رو میخوندید، یک نشست میشد با شما واقعی میکردیم، سرودهایتون رو میخوندید، بسیار خرسند میشدم. گفتند سلامت باشید. عموما در منطقه‌های دوردست البته خواهر عزیز تشکیل میکنیم. من البته نیلوفر رو خدا میبرم در تک کوهستان و هر یک آن خاندان مهمون میشم. خب گاوجوشی کرده میتوانید؟ من فکر شما ترس ندارید؟ من ترس از یکان کور کلنده گرفته میزد. با این قدر دو که سرود خونده گفتی برای شادروان علاودین از کار باید نترسی. سرود خوندم یک گاوچی است، مشکل ندارد. سلامت باشید. خب السلام علیکم. به نیلوفر سرباز برای موافقتات تمنا میکنم. از فدراسیون روسیه سوال خود را ارسال میکنم. نیلوفر در وقت یا دارد در وقت مکتب خونه یک بچه او را خیلی دوست میداشت و بسیار نیلوفر او را غم میداد. گفتند کی باشد وای اگه در وقت مکتب خونه فیس تمام مکتب من دوست میداشت. عیبی من چی من دوست داشته باشد؟ عیبی مادرتو. یک شعر هست میگه که عیبی مادرت که تو را اینقدر خوش رو تولد کرده است.
سلامت باشید. خب دیگر شما از مهربانمان کیبریو نوشتن: السلام علیکم، من دخترکی هستم که بنابر سبب روحی صنعت را انتخاب کردم و سرودخوانیم. برادرانم گفتن که خانه را ترک کن. من خانه را ترک کردم، دیگر برو برگشته نمیتوانم. یک مادرم تنها مرا حالپرسی کرده میستند. خب نیلوفر، به شما هواس میکنم که پدر مادری شما اینقدر در پستان هستند، دوگوتان هستند، برادر و خواهرانتان همه دستگیری میکنند. کاش پدر و مادر من هم دستگیری میکردند. اپا جانی عزیزم، از شما خواهش میکنم ان همین دردهای ما بر این دخترانی که بسیار در حیات زندگی مشکلی میبینند سرود خوانید. از شما خواهش میکنم و حیاتی مرا اگر کلیپ میکردید بسیار خرسند میشدم. گفتند اگه دخترکی که پدر و مادرش مونی هستند، دخترک خانه رو ترک کرده است، یعنی که به قبل چی میگن؟ آق میگن چی میگن؟ امشب برام رفته است خونه. خیلی غمگین شدم از پیام این خواهری عزیزمون. خدا مشکلشون آسان گردوند و حتما در همین موضوعی که پدر مادر فرزندانشون اذیت میتین یگان کلیپ ترونه پیشنهاد میکنیم. سلامت باشید. ابراهیم نوشتن: السلام علیکم آپای عزیز، ما برایتان برای ایجاد موفقیت را تمنا میکنیم. واقعا نیلوفر توانست که در میدان صنعت خودش را نشان دهد. اسلوبش، شکلی پیشبری صنعتش، فرمتی که او انتخاب کرده است، لباسهایش، به هر یک چیز اعتبار میدهد. من نیلوفر را بسیار احترام میکنم. نیلوفر ناخن دارد گفتند. ناخن دارید شما؟ سلامت باشن. این کس به فکرم در نظر دارم. نه، من به ناخن. من به ناخن. اون من به ناخن تولد شدگی من. سلامت باشید. تشکر. دیگر شما از مهربان و منزولیا نوشتن: السلام علیکم نیلوفر عزیز، براتون خوشبختی های زیاد رو تمنا میکنم. میگفتید که در اویلا چند نفر هستند؟ یعنی که فرزندانتون فرزندو برای پدر و مادر شما چند نفر هستید؟ تشکر. سلامت باشید. من یک برادر دارم و دو خواهرک دیگر دارم. و خودتون؟ و خودم. 3 دختر، یعنی که یک پسر در اویلا. سلامت باشید. تشکر زیاد. السلام علیکم. نیلوفر نقشه دارد که در سیاست هم کار بکند. بسیار میزبط گفتند. خب نیلوفر شوق دارید؟ من بیشتر مثلا در حکومت کارگر باشید یا که در چی میگه پروکراتورا؟ راستی دلی من بسیار نازک است و احساسم بسیار از بالا رفته است و من دوست می‌دارم که به هنر و موسیقی و صنعت و اینا رو بیارم. یعنی من یگان وظیفه طلب نیستم. سلامت باشید. دیگر شما از مهربانمان خصوصیت نوشتن: دوستانش به نیلوفر خیانت کردند، با او دوستان چگونه مناسبت کرده است گفتند؟ خدا همیشه دوستای ما را نگهبان باشد و انصاف دهد، ولی من خیانت جدی ندیدم از طرف دوستم. همه دوستم خود رو بهی دیدم. یک روز پیدا میشه من، یک روز گم شده میرم من. من یک روز خندیده میوین، یک روز باز میفهمم که دیگه چیه. من دوست کم دارم، خیلی دوست کم دارم. من دارم دوستایی که سالها یا ماها نمیبینیم ولی باز وقتی که میبینیم صحبت‌های گرم و صمیمی داریم. لیکن همه روزه دوست و شش تا خیزه، من بیشتر تنهایی رو دوست میدارم و از دوستا و از جمعیت از این چیزا کمی دورترم. سلامت باشید. تشکر زیاد. دلمراد شنونده از مهربان ما نوشتن: السلام علیکم آقای مهربان، از نیلوفر پرسید که او در یک صحبتش با شما گفته بود که وای مرد کال است یا مویدار است، فرق نیست، مهم مرد خوب باشد و انصاف باشد. گفتم با همون گپش میستد؟ گفتم نه، البته انسان نمود ظاهریش قدر مهم نیست ولی موی سر داشتنش حتمی است. انا فکرش دیگه شده است، دیدی؟ تغییر افتاد. در عکس فکرش تغییر. رحمانی نوشتن: السلام علیکم آقای نیلوفر، بسیار میخوام با شما
یک بار روبرو شوم اگر که ما شما رو جای دعوت کردنی باشیم چخل باید که ارتباط بگیریم گفتن خب شما رو باید آدمان چخل بند برای مثال دعوت کردن به محفل ها چهاربینی ها برای محفل ها برای چهاربینی ها مهربان جان در سامانه ها رقم ادمنستراتور گذاشته شده است که هست رقم های منیجر من در هم در فیسبوک هست هم در اینستاگرام و حتی در یوتیوب هم گذاشته شده است میتونن مستقیم تماس بگیرن و اوید هر همکاری اوید یکان تو معرکه و چهاربینی ها البته مراجعت کرده باشه مراجعت کنن. سلامت باشه. تشکر زیاد. دوستان عزیز نیلوفر سرباز مهمانی ما بودن. ما همینجا با شما خیر خوش میکنیم وقت دست نمیدید و سه نقطه میگذاریم. نیلوفر جان خوش آمدید. از دیدارتان بسیار شاد هستیم. من باور دارم که باز هم ترانه‌های زیبا دلنشین رو از شما انتظار میمونیم.